آیا تا به حال احساس کردید که با وجود تمام تلاش هاتون چیزی هنوز سنگینی میکنه و نمیتونید از بار نگرانی هاتون خلاص بشید؟ آیا ممکنه راه حلی در سپردن این بارها به دست نیروی بزرگتر باشه؟ در طبیعت تنها چیزی که به یک جسم وزن میبخشه قانون جاذبه هست. اما اگر سنگی رو به اندازه کافی از سیاره بالا ببریم به بی‌وزنی میرسه. این تشبیه گویای وزن نگرانی ها و ترس هایی هست که بر دوشمون سنگینی میکنه. ما همیشه شنیدیم که میگن نتیجه رو به خدا بسپار. این جمله ساده در عمق خودش معنای بزرگی داره. پیامبران و فیلسوفان بسیاری به ما آموختند که خداوند روزی ما رو میده، اما وظیفه ما تلاشه. وقتی حضرت عیسی علیه السلام میفرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و سنگین باران، من به شما آرامش خواهم بخشید. این همون معنای سپردن بارهای سنگین به نیروی بزرگتر از خودمونه. در تعالیم معنوی همواره به این نکته اشاره میشه که جنگ، مبارزه یا نتیجه از آن خداونده. حضرت مولانا در مثنوی می‌فرماید هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. بعد از تلاش باید سکوت کرد، آرام گرفت و نتیجه را به دستان خداوند سپرد. در تاریکی ایمان فعال داشته باش. ایمان فعال همون چیزی هست که ما را از این چالش ها عبور میده. ایمان 100% به خداوند. یعنی اینکه در قلبمون یقین داشته باشیم که وقتی ظاهراً چیزی درست پیش نمیره، همه چیز به خیر و صلاح ما پیش میره. فلورانس داستان زنی رو نقل میکنه که در دل خود یک دست ظرف زیبا آرزو کرده بود. او در ذهنش مدام تصویر یک سرویس کامل از ظروف شیک را میپروراند و امیدوار بود که به زودی آنها را به دست آورد. چندی نگذشت که دوستی برای او یک بشقاب قدیمی و ترک خورده آورد. این زن ناامید شد و پیش خود گفت من یک دست ظرف کامل خواسته بودم، اما تنها یک بشقاب شکسته به من رسید. او نزد فلورانس آمد و از او پرسید چرا تنها این بشقاب نصیبم شد؟ فلورانس به او پاسخ داد این بشقاب تنها نشانه‌ای کوچک از آن چیزی است که در راه است. تو به آرزویت نزدیک شده ای و ظرفهایت به زودی خواهند رسید. نشانه‌های کوچک نباید نادیده گرفته بشن. موفقیت و خواسته‌های ما ممکنه با نشانه‌های کوچک و به ظاهر بی اهمیت آغاز بشن. وقتی ذهن ما پر از ترس و تردید هست، نتیجه جز جذب ناخوشی و بلا نخواهیم داشت. ترس‌ها ذهن ما رو مسموم می‌کنن و باعث شورش تخیلات میشن. خیام می‌فرماید چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چو هستی خوش باش. در لحظاتی که احساس می‌کنید اوضاع برخلاف مسیر طبیعی پیش میره، این همون تردیدها و ترس‌های گذشته هست که از ذهن نیمه هوشیار بیرون میزنه. اما اگر از قبل اوضاع رو به خداوند سپرده اید، حتی در سخت‌ترین شرایط نیز شکرگزاری رو فراموش نکنید. لسان الغیب حضرت حافظ می‌فرماید دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. داستان دیگری از فلورانس نقل می‌کنم که به خوبی نشون میده چگونه تمرکز بر ثروت و فراوانی میتونه زندگی ما رو متحول کنه. فلورانس داستان زنی رو تعریف میکنه که در شرایط مالی
بسیار دشواری قرار داشت. این زن با وجود نداشتن پول کافی هرگز خود را فقیر احساس نمی کرد. دوستان ثروتمندی داشت که مرتباً به او نصیحت می کردند که کمتر خرج کند و چیزی پسنداز کند و با تمسخر پول اندکی برای یادآوری فقرش به او می دادند. اما او بی توجه به این نصیحت‌ها تمام دارایی خود را صرف خرید لباس‌های زیبا و هدایا برای دوستانش می‌کرد. این زن هرگز احساس فقر نمی‌کرد و همیشه در دنیای ذهنی خود سرشار از ثروت بود. در نهایت او با مردی ثروتمند ازدواج کرد و همان جواهرات و تجملاتی که در ذهنش پرورانده بود به واقعیت پیوست. نکته مهم این داستان اینه که ترس از فقر خودش عامل جذب فقره. آنچه که شما در ذهن خود پرورش میدید، چه خوب و چه بد، سرانجام به حقیقت میپیونده. شما آن چیزی را که بر روی آن تمرکز میکنید قطعاً به دست میارید. حضرت مولانا میگه هر چیز که در جستن آنی. وقتی افکار منفی به سراغتون میاد، موسیقی و هنر میتونه کمک بزرگی باشه. افلاطون میگه موسیقی روح جهانه. ضرب آهنگ موسیقی هماهنگ با رقص و تکرار عبارات تأکیدی به شما کمک میکنه که روح خودتون رو از زندان افکار منفی آزاد کنید. یاد بگیریم که در لحظات سختی و تاریکی ایمان خودمون رو حفظ کنیم و بارهای سنگین خودمون رو به خداوند بسپاریم. نگرانی‌ها و ترس‌ها تنها ذهن شما رو مسموم میکنه و بلاها رو به سوی شما جذب میکنه. همانطور که حضرت مولانا میگه ترس تو هست که شیر را درنده میکند. از همین امروز از خودتون سوال کنید که چه چیزی رو در ذهن خودتون پرورش میدید؟ ترس یا ایمان فعال و اعتماد به خدا؟